حل مشکلات، باز کردن گره مشکلات، داشتن تقوا است. ما مسلمان ها اگه ادعایی داریم باید تو رفتارمون مشاهده بشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوا الهی پیشه میکنن دره خروجی خداوند براشو باز میکنه. یا دره خروجی باز میکنه که خودتون تعجب میکنه عجب یه طور مشکلی من داشتم خیلی راحت حل شد. یکی انشالله سعی کنیم، گفتم قبل از تعلیم بگیریم باید چیکار کنیم؟ قبل از این که بخوایم تعلیم بگیریم باید چیکار کنیم؟ تزکیه بشیم، پاک بشیم، خودمون پاک کنیم از آلودگی ها، از رذائل، از نازیبایی ها. بعد انشالله آماده بشیم برای تعلیم گرفتن. کلید سوم توکل به خدا هست که قطعاً میتونه حلال مشکلات بشه. خودمون واگذار کنیم به خدا. شهید مطهری خدا رحمتش کنه نقله که تو تمام قنوت نمازش دعای میخوند که اللهم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. خدایا من کارو به تو واگذار کردم، تلاش خودم کردم، خودمو تزکیه کردم، ولی راه سومش خودمو واگذار کنم به خدا. هرچی او چرخون خوش باشه. تو زندگی فرازنشیب زیاد هست، هر جوری او صلاح بدونه من خوشحال بشم، شکر کنم و توکل کنیم به خدا که انشالله خداوند توکل کنندگان رو دوست داره. یه بحث چهارمی هست که ما شیعه ها مخصوصا اعتقاد داریم، این مخصوص ما شیعه هست، امداد غیبی است که اگر یکی از راهایی که مشکلات ما حل میشه امداد غیبی است که وقتی از خدا بخوایم اما و من یتق الله یجعل له مخرجا، در خروجی برای اون باز میکنه از مشکلات. یه باری همون امداد غیبی بهره میگیریم از امداد غیبی و خودمون هم نمیدونیم از کجا این مشکل حل شد. و قطعا کسی که این رشته اتصال رو محکم کنه با خدای خودش قطعا به این مرحله خواهد رسید. و آخرین کلیدم نقش دعا در مشکل گشایی که بازم این خاص ما شیعه ها هست که اعتقاد داریم که خداوند اعلام کرده ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. خداوند فرموده چی؟ ادعونی نشنیدم. ادعونی یعنی چی؟ بخوانید مرا تا اجابت. ما شیعه ها اعتقاد داریم که اگر ما خدا را بخونیم میگه تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید ابر کی خندد چمن. اگه طفلی گریه نکنه مادر شیر بهش نمیده، اگرم ابری گریه نکنه چمنزاری سبز نمیشه. پس دعا کنیم. یکی از راه‌های حل مشکلاتمون دعا هست. خود خدا وعده کرده ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. انشالله وقتی